پورا پورا شدن من برایم آسان‌تر است از آنه که آنها یک تار موی تو را می‌بینند. عثمان ابن عفان. یا من دروغگوی هستم، کاذب هستم. مثلا صحابه کرام الله متعال میگه که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم. مهاجرین میگه فقیر هستن. خب اینا فقیر چطور هستن؟ من یک وقت تعجب میکردم. مال مهاجرین خب میگه که عبدالرحمن ابن عوف است، میلیونر است، ابوبکر صدیق سرمایه‌دار بسیار بزنسمن است، تجار بسیار بزرگ است، عثمان غنی میگن. الله میگه که اینا فقیر هستن. پیش من تعجب میشه. پس آن فهمیدیم که اینا کل مالایشان چور کردن، مشرکین و دشمنای توحید. اینا فقیر شدن وقتی در مدینه منوره آمدن، هیچ چیز نداشتن. الله متعال میگه للفقراء المهاجرین، برای مهاجرین فقیر هیچ چیز برشان کس نماندن. پس کل زندگی خود از صفر شروع کردن. حالا الله متعال میگه نیت از اینا چی هست؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانا. ببینید اگر صفات اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما شما بخوانیم، باز میفهمیم که ببینیم که علت صدق از اونا چی هست. الله متعال اونا را چرا یک توصیف میکنن؟ ببینید ما شما سر صدق گپ میزنیم. در مورد صحابه مثال عملی ما شما ببینیم. مثلا الله متعال میگه للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله. بغیه در زبان عربی هدفه. الله متعال میگه که امی فقرای مهاجر که از خانه هایشان کشیده شدن، از مال هایشان هم از پیششان گرفته شد، فقیر شدن. خب وقتی که انسان از خانه خود کشیده شده و مالش هم برش نباشه، انسان طبعا فقیر میشه. در هجرت انسان به یک فقیر مبدل میشه که مثلا وقتی که در منطقه خود میباشی، مال داری، خانه داری، زندگی داری، کل چیز و حال مال تام نیستی، کل چیز از دست دادی. اخرجوا من دیارهم و اموالهم، از من سرزمینشان و اموالشان. حالا الله متعال میگه که الله خبر میده که در قلب از اینا چی بود، اینا چی هدف داشتن؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانا. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. الله متعال میگه هدف از اینا چی بود؟ هدفشان فضیلت از الله میخواست، نه از مردم، نه از کسی دیگه. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. از الله دو چیز میخواست: الله برام فضیلت نصیب بکنه و الله از من راضی شود. اینا فضیلت از الله میخواستن و میخواستن که الله از اینا راضی باشه. الله متعال چی میگه؟ اولئک هم الصادقون. اینا واقعا صادقا بودن که ببین صدق ما شما میخوانیم. الله میگه شما باید صادق باشین. صدق در قلب است. از کی با خبر است؟ الله با خبر است. الله از صادقین خبر میده که کی بودن صادقا؟ کسایی که مال خدا و خانه خدا به خاطر رضایت الله ترک کردن. هدفشان چی بود؟ هدف دنیایی نداشتن. هدفشان چی بود؟ یبتغون فضلا من الله، فضیلت از الله داده شد و رضایت از جانب الله باشه. فضیلت هم از الله میخواستن، از مردم نمیخواستن. چرا وقتی که الله تو را فضیلت بده، مردم رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله عزت داده بود سنگسار میگفتن، بد میگفتن، ساحر میگفتن، کاذب میگفتن، کذاب میگفتن، هزارها لقب سرش میگذاشتن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، و میگفتن که الله از ما راضی شود، مال ما بره، خانه ما بره، زندگی ما بره، نام ما بره، شهرت ما بره، کل چیزای ما بره، هر چیزی بده بگویم یکی چیه؟ اولئک هم الصادقون. اینا راستگویا بودن. در اصل از اینا کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. این کی بود؟ مهاجرینی که ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب و دیگه صحابه رضی الله عنهم اجمعین. الله میگه اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه اینا کی بودن؟ صادق ها بودن، راست بودن. با امر الله اینا راست بودن. در مقابل از پالوی از بیان میکنه که مثلا انصار خیلی صفات داشتن، اونا میگن مفلحون بودن، اونا کامیاب بودن. چی کردن اونا کامیاب بودن؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم. انصار صفتشان این بود که دو خانه داشتن، خانه قلب و خانه مادی که زندگی میکردن. هر دوی زیر آماده کرده بودن به خاطر رضایت الله. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. مهاجرین دوست داشتن. مهاجرینی که اونا به خاطر دین الله هجرت کرده بودن، اونا را دوست داشتن.
دوست داشتن. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. و اینا طلب از مال مهاجرین نمیکردن، که مالی که بر مهاجر اگه کدام چیزی میرسید اینا رو طلب نمیکردن و حتی از حق خود میگرفتن و یؤثرون علی انفسهم، ایثار میکردن. ایثار چی میگن؟ یکی عدالت است، یکی ایثار است. عدالتی است که مثلا شما 100 روپیه هست، دو نفر مستحق هستین که تقسیم بکنین، 50 خودت میگیری 50 به دوستت میدین، این عدالت کردین، تقسیم کردین. اما ایثار چی میگه؟ که شما 100 روپیه رو میگیرین، 80 روپیه برای جان مقابل میدی، 20 روپیه برای خود میگیری، 30 روپیه رو برای او ایثار کردین. اینال انصار چی میکردن؟ انصار در مدینه منوره اینا از مال خود و از خانه خود و از چیزهای خود برای مهاجرین ایثار میکردن، اگرچه خودشان مشکلات میداشتن. الله تعالی میگه اولئک هم المفلحون، اینیا کامیاب هستن. اگر این صفات مهاجرین انصار در وجودت بیایه است، تو هم در جمله صادقین و در جمله مفلحین هستی. اگر نیست، نیستی.